مرتضی جان خیلی اومدن پرسیدن گفتن استاد چطوری میشه مخ یکی رو زد. بچه‌ها ببینین در وهله اول اگه بخواید یک خانومی رو مورد یعنی توجه خودتون قرار بدین فقط باید سرسنگین باشین در دیدار اول، یعنی جلفازی رو بذارین کنار، همه نمک خاصی تو وجود اون از اون رو بذارین کنار. وهله اول باید شما خیلی جنتلمن باشین. آدامس یخ اتکلون وار، یعنی بوی خوب باید بدی. آدامس نخوریم مثلا نمک نشدیدی یکی مثلا یه دختری رو میبینه همچین داستانی نداریم، نباید شیرین بشین، نباید. حالا میریم تو پروژه. داستان اینه که شما رخ میدین، یعنی دختر خانم اینجاست مثلا حواستون بهش نیست، ابرو میندازیم بالا، رخ به چپ و راست میدین و میرسه به وهله اصلی که یه اینطوری میکنی یعنی داشته باشم شمارت تو، داشته باشی شمارمو. حالا اگه قبول نکرد دلبریه بیشتر. خب این چی یه بار دیگه اون دلبری برداشتم میگفته ببین خب لب پایینو گاز میگیری چشام شعلا میشه. اگه کارت جمع نشد در این حالت دلبری کردن دست بیاد به صورت چپ و راست نگاه کنی، بوسو پرت میکنی. این جوابه؟ اینشالله که جواب کار جمعه. اگه جمع نبود بدونی که مشکل تو شما نیست، مشکل جای دیگه است، یعنی لیاقت شما رو نداشتی، یعنی خودتون یه باید یه قانع کنید و همیشه سعی کنید که ناامید نشین. گزینه نشد گزینه بعدی. گزینه بعدی چیه؟ گزینه بعدی یه کیس بعدیه دیگه، یعنی نفر اول زد تلاش و گذاشته شد دلبریتون رو کردین، اون لیاقت نداشت. اینطور